شما برای این دوتای عزیز میری یه روز سر کار 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت کار میکنی که این دوتا کاغذ رو برست بیاری. تا حالا خودت سوال نکردی من چرا باید برم واسه این دوتا کاغذ کار کنم؟ چرا این دوتا کاغذ خودشون نمیان سراغم بدون که کار کنم؟ بشینم تو خونه دست بذارم رو بله. چرا این پولا خودشون نمیاد طرف من؟ در کل چرا پول باد نمیاره؟ چرا ما باید بریم پولو بیاریم؟ چرا ما باید خودمون رو پاره کنیم پول در بیاریم؟ و ما امروز چون خیلی گشادیم و نمیخوایم سر کار بریم، میخوایم که پول خودمون رو بدون اینکه کار کنیم 7 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار کنیم در بیاریم. و برای این کار ما باید بریم شرط بندی فوتبال کنیم. آره درست شنیدید، امروز قراره بریم شرط بندی فوتبال کنیم. ما کلا 10-20 یورو شرط می‌بندیم ببینیم که با این 10-20 یورو ما چقدر پول میتونیم در بیاریم. میتونیم همون 100 یورویی که تو یه روز کاری در میاری در بیاریم. اگه بتونیم در بیاریم خیلی در میاریم و در میاریم و میدیم خرجش میکنیم که در بیاد. و من دیروز هم ذره تحقیق کردم و 5 تا بازی پیدا کردم که 5 تا بازی رو خوب آنالیز کرده داداشتون که امروز 100 تا رو بزنیم، شاید هم بیشتر، معلوم نیست، حالا نمیدونم ضریب اون 5 تا بازی با هم دیگه چند در میاد، ولی ما 10-20 یورو کلا میزنیم، شاید هم 30 یورو فرق نمیکنه، حالا ببینیم چی به چی میشه. بعد امیدواریم که این 5 تا بازی درست در بیاد و بتونیم ما 100 تا یا بیشتر از 100 تا رو امروز بزنیم که عشق کنید. و آخر ویدیو هم یه چیز دیگه قراره بهتون نشون بدم که خیلی 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 کیف میکنید. آره اون آخر ویدیو نشون میدم، باز میبینیم. خب دوستان عزیز، ما الان داریم میریم بانک پول بکشیم. یه 30 تایی میکشم فعلا ببینیم چی میشه دیگه. 10 تا همونجوری میزنیم که برسیم به 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا. بعد الان که تیپیکو بریم نمیدونم که اجازه بدن فیلم بگیرم یا نه. سعی میکنم فیلم بگیرم ولی امیدوارم گیر ندن دیگه. مامان داشا کلن شده ضریب 13 و 68. 10 یورو اومد، 10 یورو بزنیم 129 یورو میبره. بزنیم ببینیم چی میشه دیگه. من بریم بیرون دقیقا همه چی بهتون توضیح میدم. خب من رفتم داخل ولی نشد درست فیلم بگیرم. یه پارتایی رو بازم گرفتن که ببینید چه شکلی اونجا، چه حالیه، چه مانیتورها خوشگل اونجا گذاشتن، چه دستگاهی باش شرط بندی میکنه. الان شاینر رو گرفتم، این کاغذ گرفتم. کلا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بازی زدم. 5 تا بازی زدم که جمع ضریبش 13 و خورده بود، 13 و 68 بود. یعنی اون میگه تقریبا 14 که 10 یورو گذاشتم. 10 یورو اون اگه ببریم، اگه 5 تا بازی درست در بیاد 129 یورو 85 سنت میبریم. الان من اینجا زدم که بازی بوخوم و ماینز میبره که بازیشون الان خیلی وقت 20 دقیقه میشه شروع شده. بازی دوم زدم هولشتاین کیل با فایبورگ، گفتم فایبورگ میبره. اونم یه گل فعلا خورده، ریدم. یعنی بازی برمن و لایپزیگ رو زدم که هر دو تا تیم یه گل حداقل میزنه، یعنی یه گل لایپزیگ میزنه، یه گل برمن، حالا بیشتر هم بزنه اشکال نداره، ولی باید هر دو تیم گل بزنن. بعد بازی چی رو نوشتم؟ ایپسویچ تاون با برنتفورد اف سی زدم که برنتفورد میبره، چون آنالیز کرده داشتم خیلی خوب بازی کردن، امیدوارم که ببرن. مثلا یه بازی که ریده تا حالا اون بازی ساعت 4 شروع میشه، یعنی گفتم برنتفورد ساعت 4 شروع میشه که الان دقیقه مونده. بازی آخرم زدم وولورهمپتون با بریکتون، حالا نخندیم من اشتباه تلفظ میکنم، زدم که بازم هر دو تیم یه گل میزنن، یعنی یه گل بریکتون میزنه، یه گل هم همپتون. اونم ساعت 4 شروع میشه و داره جمعاً 5 تا بازی شد ضریب 13 و 68 و 10 یورو گذاشتیم که بردمون دیگه 130 یورو میشه که فعلا تو خطره. حالا ما یه ذره وای میسیم میبینیم اگه این یکی دو تا بازی اول ریدن دوباره میریم داخل و یه تیپای خرکی میزنم براتون که شاید اونا بتونیم یه ذره پول در بیاریم. من اومدم تو پارک اینجا زیر پام پر ان سگ چشه، اینجا باید درس انای سگشون رو تو پلاستیک کنم برن مثلا لاشخا، ولی نکردم بی فرهنگا. اینجا رو شما ببینید نشون بدم. اینجا رو شما ببینید روی زمین همین پر سیگار میگار، اونور پر ان منه. کجا اومدم فیلم بگیرم؟ مثلا تقصیر خودم هست، ولی داشتم خوشگل شد. تیپو برو گنگستر بیمه، قمارباز بیمه. اونورم نگاه کنید دارن عشق و حال میکنن و هوا الان گرم، اونور رو زمین نشستن، میبینید یا نه؟ دارن
اشغال میکنن. الان ما هم یه ذره صبر کنیم، یه ذره چیلین میکنم، یه ذره چیل میکنم ببینم بازی‌ها چی میشه. اگه ریدن که دوباره میرم داخل و یه تیپ دیگه میزنم. تیپ بهتون میگم چه تیپ میخوام بزنم. خیلی تیپ ریسکیه و 50-50 دیگه، ولی بیشتر ممکنه که آدم ببازه، چون فوتبال رو نمیشه پیش بینی کرد و شما هم لطفاً سراغ این کارو نرید. ما هم یعنی 10 یورو خطر 10 یورو داریم میبازیم، نرید همچین کار نکنید. این کار نمیارزه. همون برید کار کنید، بهتر نون حلال در بیاریم خونه. اینا چیزی نمیشه واسه شما. من دارم چیکار میکنم؟ آقا تقریبا یه 23 ساعتی گذشت، من پشمام ریخت. چه آنالیزی میکنه داشتم. الان بازی ماینز یکی زد، آخر نیمه اول زد، بعد فرایبورگ هم مساوی کرد، 1-1 شد. فرایبورگ قبلش هم خیلی شوت بود زد، سمت دروازه نتونست گل بزنه، ولی آخر نیمه اول زد. برنفورد داش هم باشه گل زد. الان یعنی یه بازی دو بازی درسته، دو بازی خوب پیش رفته، بازی سوم خوب پیش رفته، ولی مساویه دیگه. منتظریم یه گل دیگه بزنه که بشه 3 تا بازی درست، بعد میمونه 2 تا بازی دیگه. اون بازی دیگه هم که آره این بود که بعد هر دو تا گل میزنن، فعلا هیچ کدوم نزدن و 20 دقیقه فعلا گذشته. بازی دیگه هم کدوم بود؟ لایپزیگ و برمن هم که نیمه اول تمام شد گل نزدن هنوز، بعد اینا هم 2 تا بزنن، یعنی هر تیم یه گل بزنه. فعلا که خوب پیش رفته. می‌خواستم الان برم دوباره یه تیپ دیگه بزنم، یه تیپ کمتر ریسکی تر که گفتم ولش. فعلا 3 تا بازی خوب پیش رفته، شاید همین 10 تا بس باشه سر 30 تا رو بزنیم، یه روز کاری رو در بیاریم توی 1-2 ساعتی. خاطرمون نرفتم الان دیگه دوباره تیپ دیگه بزنم. بازم نگاه میکنم اگه این تیپ 5 تاییمون رید خراب شد در نیومد، برم یه تیپ دیگه بزنم. خب بچه‌ها من برگشتم. الان تقریبا فکر کنم یه 4-5 ساعتی گذشته. اینو که زده بودیم الان براتون اسکن میکنم ببینید اینجوری شد. 3 تاش درست در اومد، 2 تاش اشتباه در اومد، که یعنی 10 تا منفی، 10 تا باختیم. بعد به غیر از این من رفتم دوباره 10 تا زدم که اون 10 تا رم دوباره باختیم سریع بود. 1 ساعت پیش دوباره 10 تا زدم که میشه 30 تا الان اونم زدم، اونم باختیم. ولی اول ویدیو بهتون گفتم که آخر ویدیو قراره یه چیز بهتون بگم، اونم اینه که دیروز من قرار بود این ویدیو رو بگیرم که نشد، خسته بودم، از مدرسه اومدم، استعارش نداشتم نگرفتم، ولی امروز گرفتم. ولی بجاش دیروز من تو ایمیل همونجوری چک کردم و دیدم که این شرکت دیگه که مثل تیپیکو که تو شبانی فوتبال میکنی به من 50 یورو چیز داد، جایزه داد. 50 یورو میتونم باهاش شرط بندی کنم که اون 50 یورو رو من شرط بندی کردم، مبلغ از 196 یورو 25 سنت بردم که همش درست در اومد و این بالا هم زده که شما ابونمانی فوکوس نمیکنه. و اگه بخوایم در آخر حساب کنیم ما 30 تا باختیم و 166 تا بردیم. من 166 تا در آوردم، 166 تا تو یه روز در آوردم براتون. بله کلا از پیش بینی فوتبال دست بکشید، بازی نکنید، همون بهتر برید کار کنید و به جایی نمیرسید. شاید یکی دو بار بهتون حال بده، مثل همین امروز 166 تا 160 تا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا بده، ولی وقتی که اینو بده شما دهنتون آب میفته و میرید که دوباره بازی کنید و دقیقاً همونجاست که شما فقط میبازید. این بود ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید زیر ویدیو، حتما بهم بگین که چه ویدیوهایی میخواید ببینید و چه ایده هایی دارید. من حتما اگه بتونم اونا رو انجام میدم. سابسکرایب هم یادتون نره و آره دیگه بوس به کلهاتون تا ویدیوی بعد. خداحافظ.